تو خودت کی هستی؟ تو کی هستی که در مکان ما با ما تهدید میکنی؟ یگام خیزمت هست خانم. اپا هیچ ممکنه اپا چی شد بگویید مرا نترسانید. اوهیشه باید از اینجا رویم. شما چی میگویید اپا؟ شما دیروز گفتید که مرا نمیمونید که دل باشد شما را. ما مجبوریم رویم اوهیشه. من این ثبت رو باید از تلفن گیرم، ولی چی دفر؟ با استو رفته چی میگویم؟ جنابی کندل جنابی مراد رو کشتند، در اینجا ثبت شده است. تو این رو از تلفن گیرو بسیدی گذران میگویم. ها؟ ازلیم چی کار کردنت رو نمیدونی؟ فکر کن. اپا مرا نترسانید. من شما رو این طرف ندیده بودم. التماس مرا نترسانید. اوهیشه باید یگان جای دور رویم فوران. چرا اپا؟ باید می ایستادیم. من به شما رویم گفتم، شما باشید رد کردید. باز از من چی رو پنهان دارید؟ نقل کردن نمیتوانم خواهر جان. اپا این دفعه نمی شود. مادام اینقدر مشکلی ها رو پس سر کردیم، گریختنمان رو نقل کنید. خب کن همین قدر را دانی، بس دیگر نمیگویید. چرا اپا؟ فهمانده نمیتوانم اوهیشه، فهمانده نمیتوانم. خزید تنبالی نکنید، وقت نداریم. این رو دو. روزگار تا حال خواب است. کاری زمین خود جین خود را مانده می کند. انگشتانتان را احتیاط کنید. مادر جان خوب هستن؟ همش خوب. تو کی هستی؟ کی؟ شما چیکار میکنه؟ جانت را گیرم لعنتی، جانت را گیرم. باران آقا شما کاردار نشوید، من این سگ را میکشم. باران بچه هم نکن. آقا شما کاردار نشوید، بزن زن. باران بچم سلاح رو فرار. این حیوان رو کشتم بیفایده. بعد چی میشود بچم؟ وای با مزار تو به حبس. باران تو بچم
مگر تو یگان ارزو نداری؟ مگر یگان ارزویم عملی شد تقو. باران بچه‌ام نباشد پران نه ایستا. جیانی من برادرتون رو میکشد. میلیسه آید میگوید که فیرت کشت. اگر به میلیسه گوید که باران کشت همه تون رو میکشم. پران تقو التیماس زودتر. من هم ارزو ندارم. من به اونجاها عادت کردم. بیا مرا به زندان روان کن. چرا انتظارت؟ پول را دید. پول جیانم طلب کرده را دید. این مسئله رو در اینجا پوشیدیم. بیا رفتیم. همه از پس خودش تمامی کار به سر تو ماند آمینه. چیکار کنم مادر جان؟ اوزلم چیکار کردنش رو نمیداند. ملک باشد مثل روح است. نسرین رو نمیگوید. تو با این گپت چی گفتنی؟ مادر جان گویم نگویم نمیدانم. این کاری من نیست میدانم. ما با نسرین در این خانه برابر به وایه رسیده مثل اپا و خواهر هسته. مادر جان احوال نسرین چی میشود؟ فکرش در باران و ابروست. من هم به او مصلحت میدی هم گوش نمی کند. میترسم که دیوانه میشود مادر جان. مگر خودش رو کشتنی نشد. چیکار کنیم آمینه؟ آمینه مادر نسرین رو باید به شوهر دهی. تو چی میگویی آمینه؟ مادر جان یک فکر کنید. مراد را سالهای دراز با امید انتظار بود. حاضر از نسرین میرنجیم. ولی او شوهر داشت نداشت نیق نبود. سالهای دراز تنها زیست. فکرش فقط در باران بود. باران اکنون به وایه رسید. یک روز در خانه 3 روز نیست. نامش هم همینطور. زنی آمده رو راندیم. ولی یک فکر کنید. مادر جان باوری دارید هیچ گپ نیست. اقلا به داروخانه میرفتیم. هیچ چیز نشده است. یک زخم عادی. برای 3 تنگه اینقدر عذابتان رو بینید؟ میگو دخترم دیگر چیکار کنیم؟ از کجا دونم مادر جان؟ گلها میشکفند میفروشیم. آها مادر جان زمستان آمد و نیحال ها را حمایه میکرده باشد باوری دارید؟ شاید حمایه میکنند. همه همین طور میکرده است. مادر جان این کاری از دستی ما می آمده نیست. ما چی رو میفهمیم در گلها، حشراتها و داروها؟ بینید کوشش داریم ولی نمیشود. در استانبول میشدیم مگر به شما یگان کار یافت نمیشد؟ البته میفتیم. باز استانبول میگوید. شد مادر جان شد. من هیچ چیز نگفتم. گویم هم فایده ندارد. دستتان رو که بریدید غمگین شد. دین شب چطور گلها را دارو کردنش را به هوس نقل کرد. نمیگویی باران؟ چی رو تقو؟ سلاح رو از کجا یافتی؟ اما کم توفه کردم. کاری خوب کرده است. همین سلاح نمیرسید. کندال من این را همین طور نمیگذارم. به خانه من میرویم کمی آرام میشوی.
مادرت را در این احوال بیند دیوانه می شود. جناب خواستیم بیا. جناب از کران آمدند. چرا آمدند؟ یکی از کارگرانمون رو به خدمت حربی بردنیاند. به تو چی و به من چی؟ میدونه جناب، رجب را که کشتم به زور بر آمدم. حربیان آمدن یکی پرس و پاس نکنن گفتم. به هیچ گپ نه، پروا نکن. بعد جناب کارگران گپ کرده ایستادند. من شنیدم این آدم کیست میگویند، چرا در اینجا میایستد و غیره. یک روز به یک خانه خرید کرده برده بودی، رفته در آنجا ایستا. وای خانه است کیست؟ در آنجا هیچ کس نیست؟ نه، خانه من، پروا نکن. آنجا زنی میستاد که به من پسر تولد میکند. او را به خانه خودم بردم، به خانه که گهواره رو برده بودی. مایلش جناب، سلامت باشید. رو. اپا شما ما رو میکشید، چرا خب هستید؟ با کی زنگ میزنید؟ الو جناب التماس فورا بیایید. جناب التماس بیایید. باز چی کار کردم میتوانم؟ عقلت رو کار فرمو. جناب سردار سلام. سلام مسلم خانم، چطور هستید؟ میبخشید دادرم زنگ میزند. برای کار. نه کورنمک، نه به یادت رسید که اکا دار. یعنی بگو این دفعه باز چیکاری حالی درجه کسی داده؟ با شما یک سورپریز دارم اکا، مرا انتظار شوید. تشکر. مادر جان یکی میکروب افتاد. اون وقت انگشتم رو میبرند. چرا مسخره میکنید؟ ما یکم مکک بریدم، وای من نکن. با تو چی شد؟ با او چی شده است؟ مادر جان در چی فکر هستید؟ نمیدونم دخترم. مایلش من راضی شدم. نسرین چی میگوید؟ قهری میکن ولی گفتیم که نسرین هم راضی شد. با کی میدیه؟ در اطراف ما مگر آدمی خوب هست؟ نمیدونم مادر جان،
گفتم که نمیدانم، ولی چیزی که گوید دل من به نسرین میسوزد. از روزی آمدن ابرو نسرین تماما دیگر شد. حتی من او را نمیشناسم. مادر جان شما میدانید من نسرین را دوست میدارم. میدونم دخترم، میدونم. نسرین دخترم از کجا میایی؟ از بزرگ مادر جان. آقا سردار به دخترش تحفه گرفتن میخواست و از من کمک پرسید. من به او کمک کردم. نقص من سومکم رو مونده میآیم. مادر جان چی میگویید؟ موی سرت به اپام رفته است. از آن اپام هم تا کتفانش دراز بودند. البته از آن من هم بد نبود. عیناً همین خیر. عمر چی است که گذشته می رود. با عذاب به دنیا می آیی ولی پاک می روی. تولد شدن پس به گوشت از آن می خوانم. مردن پس باز نماز می گذارند. دخترم من با تو یک چیز می گویم. اینجا شید. گپ زنید مادر جان. گوش کن دخترم، یک پای من در مزار. این طور نگویید مادر جان، خدا عمرتان را دراز کند. البته این را فقط خدا می داند. یعنی تو تا آخری عمر تنها باران هم به وایه رسید. مادر جان شما با من چیزی گفتن میخواهید؟ دخترم اگر یگان کس تعبی دلت برایت به این چی میگویی؟ مادر شما چطور با من اینطور گفته میتوانید؟ دخترم من یگان گپی بد نگفتم. نمی شود مادر جان، این طور نمی شود. دخترم تو باشد فکر نکرده رد میکنی. هیچگاه این طور نمی شود. التماس به من دیگر این خیل سوال ها رو ندهید میلش. ولی دخترم باوریم نمیآید. با یک بچه جوان سلوک توفه کرده است. هیچ عقلم نمیگیرد. توفه میگویم و دیگر هیچ چیز نه. درست گپ زن. شد جان نکم. اینجا تخص بوده است. اده شد بس کن. من میدونم که با کندل چی گویم. تقا بیاید این کار رو نکنید. باران چقدر خطرناک بودنش رو میدونی؟ کمی بود که خودت تو بیدار شدی؟ بیایید اپا. سلام. یک چیز میپرسم. در تلفن من یک ثبت هست. اون رو از تلفن گرفته به CD گذرانده میتوانید؟ نسخه برداشتن لازم. ها. اپا میشود ولی ما در اینجا نمیکنیم. اینقدر طلبات نیست. یعنی نمیکنید؟ نه این طور نگفتم. خودت با انتیپا روان میکنم. در اونجا یک کس هست میکند. خی مایلش انتیپا باشد میشود. کی تیار میشود؟ امشب شاگرد ما میرود. پگاه شب نشده برمیگردد. ها اپا اگر ثبت‌های خصوصی باشد آدم نسخه میبرداشتگی میبینه شما رو آگاه کنم. نه چی خصوصی میشد؟ دادری من با این یک فیلم به نوار گرفته است برای مکتب. خیلی نقص. مایلش نباشد من این رو به شما میمونم. مایلش. نام و نسبتون چی؟ وای ابرو شنوردی. تمام. سلامت باشید. شما هم.
چی کار میکنی؟ خوب هستی؟ یکان چیز بگو. التماس چشمانت را کشم. التماس یکان چیز بگو. چی؟ نفس سونی بده که میمورم. البته میدیم. اوه چی شد؟ در اصل با تو چی شد به عقل؟ آدمگری مرده است. اقلا نامت را گوی. احمق. آمینه ما خطا کردیم. مادر جان برای بهبودی کار کردیم. آخر او هم زود راضی شده نمیتواند. سیبل او در کجا؟ در حجرش؟ بله. سیبل چه شد سیبل؟ با پسرم یگان چه شد؟ نه هیچ چیز نشد از جناب. در تلفن چرا این طور گفتی؟ چطور آمدنم رو نمیدانم یا اینکه اوزلیم یگان چیز گفت؟ نه جناب اوزلیم هیچ چیز نگفت، هیچ کار نکرد. جناب گفته تکرار نکن. چه شد؟ زود بگو. اویشه تو برو. دخترم زود عصبی نشم. تو مرا خطا فهمیدی. چرا خطا فهمیدم؟ دیگر با من دردی سر نشو گفته. روی خاطر زنی مراد بودنم مرا اینجا نگاه می‌داشته. دخترم تو چی گفتنت را خودت میفهمی؟ من درست فهمیدم، اما شما چی گفته ایستاده‌اید میفهمید. این دختر با اپای بی نجاتش در این خانه جا شد. فقط من به شما وزنی ندارم. نسرین تو چی ها میگویی؟ این دختر چی گناه داره؟ من چی گفتنم رو میدانم مادر جان و به فکرم شما هم رو خوب فهمیدید مادر جان. قربانتون شوم، ما رو از اینجا برید، ما در اینجا زیستن نمیتوانیم. زنک مرا دیوانه نکرده بگو. جناب التماس ما رو به مرشه یا عده نبرید ولی در اینجا نمانید. نمیشود گفتم. رفتن پفتن نیست. اپا التماس از اینجا برویم. همراه رویم گفته دلگیر کردید. نمی روید. رفتن پفتن نیست. تو چی حق داری؟ اویشه تو کردور نشو. چی دفع کردور نشوم اپا؟ در این حجره من با شما حبس شدم. اویشه کردور نشو.
دشنو میدهند پس میزنند حیاتی من هم همین است نمیروید از اینجا به هیچ جا نمیروید تو کی هستی؟ مرا میکشی بیکش جناب شما چی کار میکنید؟ نمیروید گفتم جناب شنیدید مادر جان چی شد؟ این کم است همش در پیش. مادر جان با سیبیل یگان کس یگان چیز گفت؟ هیچ کس هیچ چیز نگفته است. نه از حجرهش میبراید نه ما میدرویم. مادر جان وای باز میروم گفته یک روی دارد دری حولی از این پس همه وقت قلف میشود آمینه یعنی همه ما را قلف میکنی ها؟ سببش رو میدانید آمینه شنیدی؟ شنیدم جناب دری حولی را قلف میکنی کسی که درایت تق تق کرده میدراید کسی که برایت تو باید دانی فهمان؟ اویشه میرویم اویشه میبخشی بسیار غمگین شدم اقلا تا جایی که خواهی برده مون هم یک روی نکنم نمیخواهم دخترک وجدانم عذاب میدید با من یک نغزی کن البته چی؟ دفع شو مایلش ولی بعد زود گم میشوی مایلش؟ اگر خواهی میانم از تو لازم نیست اقلا نامت رو میگفتی؟ بارون من با کندال یک دو گپ دارم تو در اینجا ایستا تاغو من هم روم نه تو ایستا با پای تو چی شد؟ هیچ چیز نه چه میخواهی؟ در خانم شد من حاضر می آیم من جزای شما رو البته میدهم جناب کندال
خیلی مراد هستی. این مراد کی باشد؟ چرا جناب او را کشته است؟ البته میفهمیم. چه شد فرد؟ چه شدنش را من میگویم خاله. به دست باران سلاح داده و پولگیری روان کرده است. از دست آنها باران را با یک عذاب نجات دادم. کدام پول؟ اکا شما چه ها میگوید؟ اکای گندم اکا هم چه ها میگوید؟ گندم تو مرا به مزار گور نکرده آرام نمیشوی پسرم. مادر جان به ننگ و ناموسم قسم از این خبر ندارم. باران را به هیچ جا روان نکردم. این چی؟ سلاح را من خریدم، راست است. آشتی شویم گفته و جای ساعت شکستم سلاح خریدم. هیچ باوریم نمی آید که من و پسرم به دل شما زده باشیم. مشکلی های زنی شهری تمام شد و تو دیگر مشغولیت می جویم؟ جیانم رو به کارهای افلاس آلوده نکن کندل. تو چی افلاسی کنی کردن گیر اون مانندی تو نمی شود. گندم تو چی کار کردنی هستی ها؟ من سلاح نمیخواهم میگویم تو باشد رفت از بازار سلاح میخری. تو چی کار کردنی هستی به من بگو. بس مادر جان بس، من هم انسانم آخیر. فرد برارا به کاری دیگران دخالت نکن. جیانی تو باشد جیانی من هم هست. اون مثلی تو نمی شود. انشالله به تو همونه نمی شود. وگرنه به بیوزنی پسری خاله اش نگاه میکردگی می شود. فرد اکا سخت رسید پسری خاله. آمینه در را فراموش نکن. اکا باران تو چیکار کردی؟ چیکار کردی؟ بگو وا میخوریم. به خدا خوبم آمد، هیچ چیز نشده. چه طور هیچ چیز نشده است؟ با توفیل تو از مادرم گپ شنیدم. با تو کی گفت که بنات آنها رفته جان خود را در خطر مانی؟ باران باران. از کجا می آیی؟ از بازار اومدم. بزلم بسی به لیگان چیز گفته بودی؟ من با بازار رفته بودم. ازلم بد پسرم نزدیک شوی به نام خدا تو را میکشم. مرا شنیدی؟ حالا میبینیم. حالا شما استید بعد میبینیم. اکا پسرم چه خیلی است؟ او در کجاست؟ خوب است خواهرم در خانه پریشان نشو. خوب است. خوب میگویید ولی چرا از خونتون به اینجا نآوردید؟ من حاضر به نزدش میروم. نصری گپم رو گوش کن. به اینجا نآمده باشد یعنی باران تنها ماندن خواسته است. خدا. خاله جان من رفتم. خود را داشته نتوانستم میبخشید. نه پسرم تو حق بودی. به آدمی حق چی میگویی؟ گپی کارگران رو شنیدم که درباره کیم کدام مراد گپ میزدند. ها جناب مراد رحمتی دادری جناب کندل بودند. رحمتی؟ ها رحمتی خودکشی کردند. قرضشون بسیار بود. توب نآوردند.
خود را به دریا پرداخت. همین خیلگو چی طور شد؟ با جناب کندال در زورق صحبت میکردند. اکا من دیگر توب ندارم گفتند. توب ندارند. خود را پرداختند. جناب کندال از پسشان پریدند ولی نیفتند. دریا گشته نمیدهند. رحمتی شدند. با اوزلم گفته بودم که تلفن رو پیدا کند. آینده ما در درون اون تلفن است. قاسم رضا ماشین رو به شست و شست باریدم تمام کردن گرفته بیا ولی اول با من قهوه تیار با جان و دل جان. واه جناب کندال واه قاتلی دادرت هستی ها؟ الو بارون. لابای مادرجان. پسرم چی واقعه شد؟ آنها درباره کدام پول میگویند؟ هیچ چیز نیم مادر، حل کردیم. حال کردیم چی معنی دارد؟ تو خوب هستی؟ خوبم مادر، خاطر نشوید. من خودی حاضر می آیم. تو در کجایی؟ در خانه تقویت؟ بله مادر، ولی شما نوید. شب میبینیم. به خدا در حقیقت خوبم، خاطر نشوید. مایلش نباشد. مایلش. با دقت باش پسرم. باران تو خوب هستی؟ خوبم. البته خوبی. جزایت را دادم تا ها خوبم میگی. تو کمی خاموش بودن نمیتوانی؟ خاموش میشم نمیشم کاری تو چی؟ انا این طور میزدی دکه؟ شد دفعه آینده همین طور میزنم. از باران چی میخوایی؟ با این احوالش با او حمله میکنی؟ چه هم میخواستم مادر جان؟ نفس هم را میگردوند. در اصل او هم ترسید ولی چون همیشه نمیگوید. چرا میترسیدم؟ با کندل خوردی چی کار دارم؟ ینگه شما با کجا گم شدید؟ چشمانت رو کشو و مرا نغز گوش کن ملک. شنیدی ها؟ رجب رو کشتند. با فکری تو کی؟ چی گفتن میخواهید؟ نمیفهمم. بیدور شو ملک، بیدور شو. با فکری من رجب رو جناب کندال کشتند. از دستی اکم نمی آید. اگر حقیقت آشکار شود باز نگو که نگفتمت. اکم چرا او را کشند؟ اینقدر ساده ای ملک. یک فکر کن. رجب حبس شد. همین که حبس شد کشتند. رجب رو به امر جناب کندال کشتند. جانی شما چقدر می ایستادن؟ شما کی هستید؟ شما با جیان من چطور فشار می آریدن؟ به نام خداوند دکان شما را با بالای سرتان چپه می کنم. مرا شنیدید؟ الو لبای مدیر شد امروز پرداخت میکنند. براری کار زنید کندال تاب میارد قاتل مراد تو هستی.
بیایید بچه ها رفتیم. چی شد؟ باران در کجا؟ باران رفت، ما هم می رویم. امروز هم کار ماند. بگذار، پگاه دوام می دهیم. بچه ها هم مونده شدند. مادر جان شما نروید ما رویم. فکرم پریشان شده است. شما رفت انگرید، من از پستان می آیم. نیلون های باقی مانده رو باید جمع کنم. نباشد ما هم ایستیم مادر جان، با شما یاری می دهیم. نه شما روید، من خودم تنها می کنم. رفتیم. وقتی من نبودم کی در آمد؟ هیچ کس ندر آمد جناب. ریزو مرا دیوانه نکن. کسی در آمده است. قاسم تو یگان کس رو دیدی؟ نه جناب، وقتی که من در اینجا بودم هیچ کس ندر آمد. هر دویتون بیرون برایت. زودتر. این کی باشد؟ کی؟ با توفیل تو از رئیس گپ شنیدم. دیدی ها؟ دیدی؟ شما با این کار علاقمندی ندارید ریزا جناب. چی دور نمیشده است؟ کارت رو حلال میکنی، چشمت رو چار میکنی، فهمیدی؟ باز شکرت پس شد؟ ای خدا شکلات نیست. قاسم آرام شو قاسم. چرا این طور نگاه میکنی ها؟ قاسم مگر ما با تو برادر نیستیم؟ قاسم التماس نکن. با کندال صحبت کردی؟ کردیم شین. با کندال صحبت کرده می شود. جنگ می کند می دانی. تا حال خود را حمایه دارد. می گوید که نمی دانم. مسائل رفتن او نیست. در این سین و سال در دست او سلاح چکار می کند؟ نه ولی دیگر چی هم می گفتم. باران مانند او نمی شود. تقدیر جیانم رو به دست او نمی سپارم. چی شد؟ باران باید شکر کند که مثل تو تقا دارد. تو از خودت بسیارتر دیگران رو فکر میکنی. اگر خود را فکر میکردم کی ها میرفتم. رفته میتوانستم. چرا؟ دوستت رو رفیقت رو هم میبردی؟ در باری زنی که تو را دوست میدارد ایستادن آسان است. دوست ندارد ایستادن مشکل است. اگر خود را فکر میکردم میرفتم ولی نرفتم. کاری تو را کردم. راه مشکل را انتخاب کردم. تو گفته بودی که برای مرا دوست داشتنت میبخشی. بله؟ در اصل تو مرا ببخش، چون که مقابل عشق پاک تو هیچ چیز داده نمیتوانم. بیبی جان این باز چیست؟ اختراع نوی امکی تو؟ چرا؟ تو حاضر در پرامانو چی شد؟ به من نقل کن. پسرم با من گوی چی واقع شده گذشت؟ هیچ چیز نیم مادر. کمی گپمو گریخت تمام. ها یعنی کمی گپتون گریختم این دور. مادر جان فشار نوارید؟ مادر جان خوبم، خاطر نشوید. پسرم گوش کن، من مادرت هستم. اگر تو هیچ گپ نیست گویی به فکرت من آرام میشوم. مادر جان شد میدونم حق هستید، میبخشید، ولی من پسری شما هستم. دعای شما مرا دائم حمایه میکند و من هیچ چیز نمیشود.
شیم پسرم شیم. амакат ба ту силоҳ тӯҳфа кард? силоҳ тӯҳфа нест писарам. ягон бор паррондӣ? ҳамроҳи амакам паррондам. чаро силоҳ пас аз паррондан ақиб мезанад? тир баромадан пас аз кори кардааш шарм мекардааст. баргардондан мехоҳад, вале аллакай дир шудааст. ҳар тир ду касро мезанад, касеро ки парронданд ва касе ки парронд. ман ин тавр намекунам. нагӯ рафта аз одамоне ки паррондаанд пурс пушаймонанд. пурси шайтон аз роҳ зад мегӯяд. писарам, гӯш кун. ин дастҳо бӯйи ранг кунад, бӯйи замин, бӯйи мӯи сари дӯстдоштаат кунад, бӯйи бадани фарзанди таваллуд шудаат, вале бӯйи хун накунад. ту шайтони бегуноҳро медонӣ? як рӯз шайтон дар боғ сайру гашт мекардааст. дар як дарахт хари бастаро дидааст. рафта банди харро кушодааст. хар ба замин даромадааст ва ҳосили мардумро ба хӯрдан оғоз кардааст. ин вақт зани деҳқон омадааст. мебинад ки хар ҳосили онҳоро мехӯрад. ту чӣ кор мекунӣ? гуфта силоҳро гирифта куштааст. овозро шунида соҳиби хар омадааст. мебинад ки хараш дар хун оғӯштааст. ӯ бошад зани деҳқонро мекушад. баъд деҳқон омадааст. мебинад ки занаш дар замин мурда хоб аст. ту чӣ кор кардӣ? гуфта соҳиби харро куштааст. ҳама ҷо пур аз хун шудааст. шайтон аз боло нигоҳ карда ханда кардааст. ҳамроҳи ӯ буда гуфтааст ки шайтон, ту чӣ кор кардӣ? тавба, ман чӣ кор кардам? фақат банди харро кушодам. гуфтааст, касе ки дар дасташ силоҳ дошта бошад шайтон лозим нест. акнун ба ман ваъда бидеҳ, дигар ба силоҳ даст намерасонӣ. ҳа? ваъда медиҳам бибиҷон. кендал, лабай, ту чаро ин тавр кардӣ? чаро модар? ба борон чаро силоҳ тӯҳфа кардӣ? модарҷон, ақлан шумо ғам надиҳед. мо чизе дида бошем онро меомӯзонем. падарам ба ман дар синни 14 солагиам силоҳ тӯҳфа карда буданд. яъне ҳамин тавр падарат хато карданд? модарҷон, бо зани шаҳрӣ аз як дег хӯрок хӯрда ба ӯ монанд шудаед. кишти ака, раҷаб худкушӣ кард гуфта буданд. аз куҷо гапи ин саги раҷаб баромад? худкушӣ накардааст, кушта шудааст. аз куҷо медонам мелек? он ҷо магар зиндон нест? ба ягон кас хато салом дӣ мекушанд. мавзӯи раҷаб боз аз куҷо баромад? аз куҷо медонам? аз куҷо? осим کردم میبینی
بسیار خوب اجرا کردی. آفرین. تو امروز خدا دوام ده. سرم کمی درد دارد. مایلش خدا شفا بخشد. تشکر. تو این رو از کجا فهمیدی؟ دینه با سیر و گشت بر اومده بودیم. به مزار رفتیم. پاسبانی اونجا میخیل گفت. دیگر جایی میرفتگی نیافتی؟ در اونجا چه کار داری؟ از من بخشش پرسیدی، دستم را بوسیدی، به مادرم خطا کردم مرا ببخش گفتی. خیر چرا باز به قبرش رفتی ها؟ مرا گوش کن. پیش از مرگ رجب درباره چی گپ زدید؟ گپ نزدم، گفتم اکا. یک از زنگ زده خودکشی کرد گفت. راستش را گو. قسم میخورم اکا. امیدوارم درست است. امیدوارم. دخترم خوابت نبرد؟ نسرین لبای مادر جان. دخترم تو مرا تماما نادرست فهمیدی. بیا صحبت کنیم. مادر شما گپی میگفتهتان رو گفتید، من باشم همه گفتهایتان رو فهمیدم. چرا این طور میگویی؟ وزبینی کردم. آخر به خود بیا. مقابل ابرو بر اومدی، پسرت را از گلویش گرفتی. او بچه جوان است، او را دلگیر میکنی. با تو هم دلم میسوزد. گوش کن، یک روز وقتش که رسید چشمانم را پوشیدم، دلم در ارمان نماند. من با تو خوبی میخواهم که در بری تو یگان کس باشد که دستگیری کنم. بیا دخترم. قدریه خانم، چطور اجازت میدید که به یک بچه جوان سلاح توفه کنند؟ تو چرا همیشه به کارهای دیگران کاردار میشوی؟ غیر از این نمیفهمم کاری تو چی؟ در دستی بارون سلاح هست یا اینکه نیست؟ این چرا تو رو ناراحت میسازد؟ در دست پسرت سلاح بودنش رو دانستد چطور تو آرام هستی؟ من به تو آرام هستم نگفته ایستادم، ولی این کاری تو نیست، فهمیدی؟ غیر از این در اینجا عرف و عادت است که در دستی مرد سلاح باشد. راست، عرف و عادت های دیرینه شما از یادم رفته است. معقول نباشد برآمده رو انا در کشاده است. خوب که به یادم رساندی. اکنون دری حولی رو هم قلف میکنید. مثل گوسفند قلف کرده موندن هم شاید عرف و عادت باشد. احمق. کی را احمق گفتی؟ هیچ کس رو نه. گویا که نمیفهمم چیزی روی داده است. هیچ چیز نگفتم مایا. انیق چیزی روی داده است، دادن نقل کن. گپ رو زیاد کردی مایا. در راه با یک کس رو برو شدم، یک ارتیست موتورسیکل دار. خای همین قدر؟ یعنی برای همین نمیشه به یادت رسید؟ چون که با گناه او به زمین افتیدم، قریب پایم شکست. فهمو؟ احمق ارتیستی میکرد، باز موتورسیکل داشت، هم میزند هم ارتیستی میکند، مثل مسخره بازها هرچی میگفت. گویا از هوش رفته بود. چی میخندی مایا؟ اول ترسیدم که یگان چیز روی داده است.
вале баъд як шапалоқ задам. آفرین خوب کردی. خی بگو چی میخوای؟ برای چی؟ برای پگاه. چی؟ پگاه روز تولدت روزگر. یگان چیز میخوایی؟ هیچ چیز نمیخوام. چرا؟ پولامون صرف میشم. اپا سببش رو نمیگویید. مایلش شما با من هیچ چیز رو نقل نمی کنید ولی جزایش رو هر دویمون میبینیم. اویشا گوش کن، من میروم، سببش رو به تو نمیگویم. خواهی رفتیم خواهی ایستو به یک قرار بیو. اپا اویشا زودتر، حاضر به دست میافتیم. اپا من با بارون خیلی خوش نکرده رفته نمیتوانم. اویشا برای این وقت نداریم، بین در بالا آدم هست. من با او خیلی خوش نکرده نمیرم. اویشا اگر به بارون یگون چیزگوی گریخته نمیتوانیم، همین رو میخواهی؟ رفتیم خواهر جون، رفتیم. اپا در کشاده نمیشود. چطور؟ چی کار میکنه؟ نمیدونم. قلوب کردم باز چی ها؟ خود را کی میشمارد؟ این چی طور حیات؟ گویا که در حبس هستیم. اویشا التماس آروم شو. او ما را قصداً قلوب کرده است. اویشا به تو وعده میدهم که از اینجا نجات میابیم، فهمیدی؟ ولی آروم شو، من البته یگون روحش رو میابم. صبح بخیر آمینه. صبح بخیر ابرو. چه شد؟ اوسیم غمگین است. دینا اویشا درس نداده است. اوسیم فکر دارد که از عهده درس نبرآمده ایستاده است. تو از سحر خطهای راست کشید. اوسیم وزنین است. اویشا دلگیر شد به فکرم. با او مکتب لازم است. تو پروا نکن، من امروز مکتب رو حل میکنم. با اویشا هم میگویم درسشان رو دوام میدهم. ابرو خدا از تو راضی باشد. آمینه من از تو یک خواهش دارم. بگو ابرو. امروز روزی تولد روزگار. امروز یگان تورت میپختیم و بعد از درس قید میکردیم. البته میپزم. از همه بهترینش رو میپزم. تو بگو چه خیلش رو دوست میدارد. من میپزم. اگر تورتی به ننیپزی خرسند میشم. ینگه با من بیایید. ایستو چیکار کرده ایستو؟ بیایید آخر. جارود
тела мекунӣ саҳар барвақт чӣ шуд? янга дина шаб акам омаданд пурсупос карданд. хай чӣ мехостанд? пурсиданд ки бо раҷаб гап задӣ, ба ту ягон чиз гуфт? чӣ гуфтанд хостанд нафаҳмидам, вале чизеро фаҳмиданд мехостанд. акнун фаҳмидӣ? ман гуфта будам, гуфтам, вале ту бовар накардӣ. Гуфтӣ акам ин хел корҳоро намекунад. мелек, ту ҳоло ҳам акатро намешинохтаӣ? янга шояд акам накарданд, барои дигар чиз пурсиданд. ту ҳамин дав фикр кун, худатро фиреб деҳ, ором кун. бечора раҷаб мурд, бечораро куштанду халос. сабр кун, имрӯз ҳама як тараф мешавад. ту парво накун. акнун чӣ мешавад? мебинӣ. каме сабр кун. صبح بخیر. صبح بخیر مادرجان. عاده تو تا حال بیدار نشدی؟ من امروز بیدار نمیشوم. زودتر بخیز، امروز روزی تولد روزگار است. چی؟ اوفه من تماما از خاطرم برآوردم. توفه هم نگرفتیم چیکار میکنیم؟ شما پروا نکنید، من یگان چیز فکر میکنم، ولی شما زود تیار شوید، با مکتب باز دیر نکنید. مایلش. янга шумо чӣ гуфта мехостед? имрӯз чӣ мешавад? каме сабр кун, каме исто. амро хурсандӣ мекунем. о саҳари барвақт, табъатон хуш. субҳ бахайр ака. мелек рафта дастархонро кушоем, ҳозир модарам меоянд. маро гӯш кун. рӯзҳои охир аз худ рафтаӣ, дилшикастаӣ гуфта ҳеҷ чиз нагуфтам, вале ин дер давом намекунад. саломат бошед, саломат бошед. лаба ҷаноби сардор. наснин хонум субҳ бахайр. умедворам ки шуморо нороҳат накардам. не гӯш мекунам, гап занед. барои миннатдориамро баён кардан дигар сабр карда натавонистам. миннатдорӣ? нафаҳмидам. имрӯз ба дини туфаашро равон кардам ва ман чунон писанд омад ки тоқат накарда расмашро гирифта бо телефон ба дини равон кардам. ҳозир бошад хаткашонро интизорам. яъне ҳоло туфаашро надида писандаш омад. бисёр хурсанд шудам. барои ба ман хабар доданатон ташаккур. ба Дениз расонед ки ӯро хеле дӯст медорам илоҳо хушбахт шавад. албатта мерасонам. саломат бошед. барори кор. модарҷон, имрӯз зодрӯзи рӯзгар аст. имрӯз рӯзи таваллуди писарам будааст. омина, баъд аз субҳона ба ошхона меравем, кексҳо, самбуса, тортҳо мепазем. ба бачаам як рӯзи таваллуди хуб омода кунем. як гӯсоларо рӯзи таваллудаш намерасид, акнун пурра шуд. пистаро шинондем, вале фоидаашро надидем. касе нахоҳад наояд. ҷашн гиред, вале баъд ба болои сарамон нашинанд. баъд аҳволатонро мебинам. зодрӯз доштааст. абрӯ
لبای قدریه خانم. امروز روز تولد روزگار بوده است. آمینه گفت. بله همین طور. این چی؟ در قفل؟ اینجا زندان است. گیر دخترم. ابرو من از تو یک خواهش دارم. باش میکنم. من نبیرم از نومی من یک توفه میخری. من نمیدونم چی میخواهد، چی را دوست میدارد. نه قدریه خانم لازم نه. بعد از مکتب یک تورت رو میبریم و خلاص. با اپای آمینا گفتن تورت تیار کنند. التماس ابرو، یکمین بار در روز تولد او در برش میشود. میخواهم که پسری مرادم خرسند شود. چیزی که خواهد همون شود. مرا نرنجان. یعنی من مادر کلان شده برای توفه نبیرم پول داده نمیتوانم؟ شد میلش. من از نام شما یک توفه میگیرم. تشکری زیاد. چیکار میکنیم ادا؟ چی میخریم؟ انیقترش چی دفع میخریم؟ استو یگون چیز فکر میکنیم. آیشه؟ چرا تو حال تیار نیستی؟ با مکتب دیر میکنی؟ سرم درد میکند امروز نمیروم. آیشه راستش رو یگون گپ شد؟ تو این طور دردی سر گفته یگون چیز؟ نه دردی سری عادی نیست. تمام شب خوب نرفتم. روم هم چیزی نمیفهمم. معلمه همش رو کرده توانسته. عالی جناب، آفرین. امروز درس بخونه؟ البته میخونیم. تو به حجرت رفت من حاضر میویم. حسین بسیار خوشبخت است که مثل تو معلمه دارد. من رفته به درس داریم و به جای هر دومون درس گوش کنم. بعد به تو میفهمانم. میشود؟ میلش نباشه دیر نکن. اکنون به من گویید کی سیبیل را ناراحت می کند؟ باز چی ها میگویی کندال؟ حالا شما میگویید که این زن از کندال حامل است. حامله، ولی با کدام حقوق در اینجا می ایستد؟ پروا نکنید، انشالله این را هم حل میکنم. مادر، من با سیبیل نکاح رسمی میکنم. او را قبول کردیم، آوازمان را نبرآوردیم. او گناه ندارد گفتم، ولی نکاح کردن تو باز از کجا پیدا شد؟ مادر جان نمیفهمید، او را دیگر خیل داشته نمیتوانم. در موری دودکشک را قلف کردی کو؟ توبه خدا. این رفتارش سرش را میخورد، ولی نمیدونم کی.
صبح خیر. صبح خیر. امروز بر وقت کار را آغاز کردیم. ولی امروز باید کمتر کار کنیم. چرا؟ روزی تولد روزگار. بعد از مرگ پدرش یکمین روزی تولدش است. برای همین خرسند کردن لازم. چطور می شود نمیدونم. ولی نبودن پدرش رو باید حس نکند. شد من یک سورپریز آماده میکنم. نباشد از پیش میشوم. قدریه خانم هم برای توفه پول دادند. آمینه باشد تورت سمبوسه کلچه میپزد. اگر آمینه تورت و سمبوسه پزد باز هم خوبتر میشه. اما امروز یک کار دیگر هم دارم. چیکار بوده است؟ برای آسی مکتب میجویم. با آمینه وعده دادم. اگر میدیدی چنان هوس دارد که تمام شب خط کشیده است. به همش دستت میرسد. اگر از دستم آید. با این پول چی خریده میتوانیم؟ از کجا میدونم؟ پیش مگر این طور مشکلی داشتیم؟ یافتم. دفتری رنگ و بار میخریم. بعد روزگار این طور چیزها رو دوست میدارد. رسم کشی را دوست میدارد. در اصل میشود؟ نباشد شد. تو بعدی درس روزگار رو گرفته به خونه رفت. من باشد خریده میآیم. خوب مایلش. یک دقیقه برو. مرا گوش کن. گریه کرده جناب را راضی کردی. خبردار باش این نکاح نمی شود. بهوده آرزو نکن. گپت تمام شد؟ ها شد. چی میگویی؟ نغز. الو برادر، من دینه به شما تلفن مونده بودم. شما باید به انتیپه روان میکردید. امروز باید می اومد. چی شد اومد؟ شد اپا. او کمی پس می آید. بیایید هم می شود. شد برای کار برادر. پورا پورا شب خونه شم بردی. پورا پورا. چی طوری که مسئولیت کرده بودیم. شما با خونه روید من وای کارم رو حل کرده میایم. مایلش زودتر باش. اپا هم با کجا رفتن؟ کار دارد جانی اپا. از مکتب سپارش دادن. گرفته میآید.
تنی بیار. اپای امینه این چی؟ دیوانه خانه شده است. ادا برای روزگار چنان شیرینی ها پختم که دادر جون تو لباست را عوض کن میلش. در کجایی؟ خیر اکنون چی فکر را داری؟ یعنی باز چی فکرهای عالی جناب داری برادر؟ با خدا یک فکر دارم ولی فکر کردم که درباره اون دیگر وقت صحبت میکنیم. بگذار گفتی تو شود. نسرین خانم سلام. سلام جنابی آغوز. گفتم کمی هوای تازه گیرم. چی حال دارید؟ خوبم تشکر. در خانه دلم کمی تنگ شد. همسایه رو بینم گفته بر اومدم ولی او رو هم نیافتم. شنا شوید دادرم سردار. این کس نسرین خانم. همینطور بسیار شدم. سلامت باشید. خوش آمدید. تشکر. امیدوارم باز میخوریم. حاضر باشد من باید روم. برای کار. مرحمت. دادر جون تو به هیچ جون نرو میلش. من حاضر می آیم. مادرم هم کمی پس می آیند. میلش. سلام علیکم. سلام. در کجا کارت تلفن میفروشند؟ بعد گردش به طرف چپ گردید. در آنجا دکان است. تشکر. آمینه تو چی کار کردی؟ من فقط یک تورت گفتم. برای روزگار این حتی کم است. در حقیقت مرا در خجالت گذاشتی. تشکر زیاد. آمینه برای اوسی مکتب یافتم. چطور؟ در حقیقت؟ بله حتی رفته صحبت کردم ولی از سبب نیم سال بودنش امسال نمی شود. سال آینده اومده می تواند گفتند. ابرو خدا از تو راضی باشد. آسیم بسیار شاد می شود. تشکری زیاد به تو. تو چی ها میگویی؟ خدا از تو هم راضی باشد. من به تو یاری میدهم. مانده های کار آمد. خوش آمدید. کارت تلفن میفروشید؟ بله. یک تو میدادید؟ مرحمت. چقدر؟ 20 لیره. دفتر رنگ و بار و قلم ها جمع 50 لیره. 45 لیره باشد نمی شود؟ فایده بسیار نمی ماند. با ما 2 لیر فایده می آورد. فایده نکنیم باید دکان را قلف کرده رویم. من میدهم. نه نمی شود. من گرفته نمی توانم. بعد شما رو چطور یفته برمیگردانم؟ همگی 5 لیره است التماس. تشکر ولی قبول کرده نمی توانم. شما این رو گیرید امک.
агар хоҳӣ ин тавр мекунем. Ягон рӯз ба ин ҷо омадӣ мисли ту ягон духтари зебу 5 лираш нарасад, ту бароварда бе. як вақт ба ман ҳам ёрӣ дода буданд мегӯӣ. барори кор. ташаккури зиёд. ба сардор на фақат ака, балки ҳукми падарӣ дорам. яъне дар дасти ман калон шуд гӯям хато намешавад. вале аз ман дур шавад ягон аҳмақӣ мекунад. як рӯз аз мактаб давида омад. чӣ шуд мегӯям, хап аст. вале аниқ ҷонаш дард дорад. баъд дасташро дидам, мушт карда гирифтааст. маҷбуран кушода дидам ки кафи дасташ суб сурх. чӣ шуд додарам мегӯям, хап аст. пеш дар дуконҳо мушак мефурӯхтанд. аз он ҷо харида будааст. чӣ тавр кафонам гуфта фикр мекунад ки дар дасташ мекафад. омина апа торти дӯстдоштаатро пухтаанд. бо истиёи то мехӯрем. бо банан? дастатон дардро набинад. акнун ягон орзуи хуб бикун, баъд шамҳоро пуф бикун. хайр? пуф намекунам. чаро? акаам набошанд пуф намекунам. اوه پسرکم اکاش را هم میخواست است. دیدید همخون هستند. چی خیلی اکا روزگار؟ تو این وقت اکا داشتی؟ بعد وای از کجا میدونه که تو امروز زود روز داری؟ دانت هم پروانه دارد. روزگار آرزو کن. بیا روزگار جون، اکای برونت کار دارد، بعد جشن میگیرید. با وعده های خالی کودک را فریب ندهید. کمی پوف کن. این برای من است؟ نه برای خودم. ولی اگر خواهی کمی بیرون. البته برای تو بگی. از راستی؟ بله. ولی راندن نمیتونم اکا. من به تو یاد میدیم. تشکر زیاد. بیا شمها رو پوف کن. الگو تولد شدی. پسر جونم ایسانه که مادر کلون است. تو اکنون حرف رو پر کردی ها؟ اویشا من میروم. تو اگر خواهی با دوست داشتد ایستو، ولی من میروم. شما چی ها میگوید اپا؟ گفتنیم که میرویم. مایلش میرویم ولی کندل نمیموند. او رو فکر نکن. چی طرف فکر نکنم اپا؟ درو از بوله‌مان قلف کرده است. گوش کن، من همش رو فکر کرده بر اومدم. با یک دو چیز احتیاج دارم میگویم. یگان کس رو با ما روان میکند و خونه میرویم. فهمو؟ در اونجا تو در نقلیات میستی. بعد اپام رو بینم گفتم میویی. بعد در تاریکی میگریزیم. فهمو؟ سلام. سلام. با یک سیدی باید ثبت میکردند. دیرتر میشود گفتند آمد. حاضر یک بینم اپا. ها وای به نام ابروشان وردی. مرحمت اپا. چقدر میشود؟ 10 لیره.
осим ин бошад дасту. از من؟ бале, маъқул шуд? بسیار معقول. در یک شب تمام میکنم. بگذار باز میگیریم. تشکر ابرو. به تو هم تشکر. بسیار زیبا. معقول شد؟ از همه زیاد کدام توفه معقول شد؟ از اکم ولاسیپد. مادر جان پگاه ولاسیپد رانی کنم؟ مایلش ولی خودت تنها نی؟ مایلش این طور باشد با اکم میرانم. مایلش با اکت سوار شد. اده من در دکان با یک پسر روبرو شدم. میدیدی چقدر زیبا چقدر با آداب بود که 5 لیره را با چنان سخنانی خوش مانده رفت هیچ چیز گفته نتوانستم. یعنی مثل با خورده من بی آداب نبود؟ نه او بسیار با آداب بود. مایا تو عاشق شده ایستاده چی؟ البته نه، فقط بسیار تاثیر بخش بود. جوانی زیبا و با آداب بود. با زیبا بود؟ باوری هم نمی آید مایا. یکمین بار از تو این طور سخنها رو میشنوم. تو آهسته آهسته عاشق شده ایستاده ای. وحیمه میکنی اده عاشق نشدم. مالش او کیست؟ نامش چی؟ نمیدونم، چون که به عقلم نامش رو پرسیدن هم ناومد. استداکا هیچ کس نمیفهمد گفتی. ابرو باید داند که باران پسر نصری نه بلکه پسری او است. هیچ کس نمیفهمد گفتم. فهمیدی؟ استداکا حسیبیل در کجا هستید جناب؟ چی میخواهی؟ جناب دیگر لباسی میپوشیدگی هم نمانده است. یک به خونه‌مون میرفتیم. تا روز طاقت نکردی؟ در این ساعت زنگ میزنی؟ جناب سحر زنگ زدنی بودم ولی کار دارید گفتم. انتظار شدم. اویش دختری جوان احتیاج دارد و دیگر لباس ها. مایلش شد. یگان کس را روان میکنم. تمام یگان کس را وظیفه دار میکند. او را فریب داده میگریزیم. این دفعه باید موفق شدیم اویشه. مایلش اپا، ولی این دفعه اجازه دهید مایلش. با چی؟ در حقیقت تقدیر رو ایواز کرده نمی شده است. ایواز نمی شود. از آنی من ایواز نشد. به هر شهری که رفتیم حیاتی نو بنیاد کردیم. ایواز می شود گفتم ولی نشد. من تو رو در دلم با خودم میبرم.
با من گفته بودی که چرا برایم دور و دراز نگاه میکنی؟ چون که میدونستم که آخرش همین طور میشود. به خاطر گرفتن میخواستم موی سرت رو، قاشت رو، چشمانت رو، لبانت رو پوره پوره. دلم تو رو به خاطر گرفت. اکنون فراموش نمی کنم. خیر. ببخشید اپا، در این ساعت ناراحت کردم. هیچ گپ نی، بخیر است. من به جناب زنگ زدم. اویشا به لباسی تازه مونده است. دختر جوان است. برای همین میخواستم که در رو گشایید. مایلش، من کلید رو گرفته میآیم. عریضا چیکار کردی؟ گرفتی؟ گپ را زیاد نکن، وقت را نگیر. رفته چیزی که لازم باشد گیرن، بعد آنها را به خانه بر. آنها را ماندن، پس آمده مرا گیر. زودتر. خطا که ننشته است. کمی عزلی، کمی جسارت. شما با اویشا در ماشین انتظار شوید، من حاضر میآیم. مایلش انگا. خیره کریزا، زندگی ها چی طور؟
این کی باشد؟